12% سود سالیانه سیف بدون که هیچ انرژی بذاری چجوریه؟ کمه؟ بذار یه جور دیگه بگیم. فرض کن $80,000 داری، 8 میلیارد تومان داری. باش بری اگه یه خونه بگیری میتونی مثلا اجارهش بدی، ماهی 30 میلیون بگیری با یه مثلا 200 میلیون رهن، 300 میلیون رهن. درسته؟ تو این حالت تو داری 35% ماهیانه سود میکنی. به عبارتی سالیانش میشه نزدیک 4%. در که یک فضایی وجود داره که همینقدر سیف به اندازه خونه باشه، ضد تورمی باشه، تو راحت هم پول دقت باشه، درگیریای ذهنی این که خونم فروش رفت نرفتم نداشته باشی و ماهی 1% بگیری. اگه هنوز به نظرت کمه، یه دقیقه ذهنتو از این فضای ترید بیار بیرون. دارم راجع به یه موضوعی که هیچ انرژی قرار نیست ازت بگیره و به صورت پسیو برات درآمد درست بکنه صحبت میکنم. میخوایی بدونی راجع به چی صحبت میکنم؟ فالو بزن تو ریلزهای بعدی یا تو شورت یوتیوبای بعدی، برات بیشتر میگم.